سلام عزیزم، خوش آمدی عشقم. نازبانو خوش آمدی دلبر. نازجان کن پیدای و نازبانو. در دل تو هستم عزیزم، در کنج دل نازو. در کنج دل نازجان هستم. سنگیدر خوش آمدی عشقم.
امیر راسته سگی میکنی یعنی چی؟ چرا ازبکی گپ میزنی؟ با آدم لیده آزاردی گپ بزن. برام لباس دختر لوس که بعد یا گپ بزن خیر نکسوانی ماره و کنگای کنید میخواره کنگای طلب داریم چی کار میکنیم اون ایکی اون از زور کس کنیم بیارین در کس مادر از این نرمتی ها گومید نمیشه اینا چی گونه هستن خوشتمه نازو ما فهم توی نمزی گونه خوشتمه نازو نمزی گونه خوشتمه خیلی کنگای هسته کنگایم کن میده کرین در کس مادرید خودت کن میده یا خوارید کرین در کس خوار مادری از سیاگوشه کس مادری که خوش را باید کش بده اصاب کر برای خراب نکو این دل برای اول دلش نازوگه اینا رو برادر جدی تس بخورد مادری تو کس کنم انگه ترز کرین در کون خوار مادریت با مقیافت گبر نام فاما و کرین در کسبان مادریت خوشت نمایه کش بده جای آزاد شود جای خالی شود چی بگیم ترا کرین در گوش سیاهیت نسل ترک گاهی بنگه این دخترهای با دلش نازوگه اینا صدای بلند کنه و بچارگو ترس بخوره مادری ترک گاهی بنگه تا استرالیا نیمی سرک را بدل منه یا نامش افغان بازار هستن ولی میخواین در بامیان جور کنن افغان چیز نامه که سرخ میلین احمق باری یک دختر در پیش یک دختر بیشی بگی ما افغانیم در پیش یک دختر خارجی ببین چی رقم فرار نه عقل داری را بشوا کری دا با عقلیت بازدار نام افغان در کون خمیلی که مردم است و فراری باشه باز میگه ما اهل قلمیم اهل روشن فکریم کر بهم نیستی روشن فکر در جا بودی تو اوقات تجربه نداره امی مردم از نام افغان وحشت داره امی مردم نام افغان بشنوه یعنی در نظرش تروریست یعنی برادر جانی خود
ابو که خود برادر جانی میکفانه، یعنی تجاوز، یعنی چاقوکش، یعنی وحشی. باز دو استرالیایی افغان در جا بود، کلتان هزاره، کلتان برادر از نام خود میشرمی، دنیا در نام تو افتخار میکنه، بعد تو مری نام افغان در کون خود میمانی. آخر کرنده و عقلیت. باره دو استرالا بگرد خصوصا دمی ملبورن، من رفتم یک دفعه داندینونگ میگین اون منجا یک بازارچه کلش هزاره است. افغان در جیزه بود که برادر او در کون نام افغان ملی. از افغان بازار در بامیان مله که مگیم افغان اونجا در جا بود. باز اوی قصد عقل نداره، اوی تجربه نداره، سالها برادر در خارج زندگی نی. نام افغان در نظر است تو کدام برادر نیکه، کدام شهرت داره، کدام خوبه که مری نامی یک تروریست را، نام یک برادر جانی چاقوکش، نام یک وحشی، نام یک برادر ایزک، نام یک برادر جانی چی را در کنه میلین؟ و در کشور کسمادر که ما زندگی از مجبوریه. شما را چی میگیم از مجبوریه؟ مجبوریه، جور تاریخ، جور روزگاره که ما شما رو برده در بین چند تا سیاگوش دوست، چند تا برادر جانی اوغونی وحشی دیناسور ما شما رو قرار داره. اونچه که در دست ما و شما نیسته. او که برادر جوری روزگار بوده. در استرالیا که در دست از خودیه. پیترسن سیتی وگیر دانگلینانگ. دمو دانگلینانگ که ما هم دوم همونچه کلش هزاره های. بابا یک از دنام افغوش نگو او دا افغانستان مجبوری تو جور تاریخ تو که موری قضیه از زندگی نی یا برادر همسایه یا هموطنی یا هر گویی که هست از مجبوریه. در خارج در استرالیا در اروپا که مجبور نیستی، در دست از خودتیه. نام زیبای هزاره مردم اروپا و آسیا، مردم دنیا نام هزاره رو بشنوه دلش شاد میشه برادر، دلش کلان میشه برادر جانی. نام هزاره رو اشته افغان. آخر احمق برو با مو دوست دختر خارجیت بگی من افغانم، ببین فرار منه یا نمونه، سال که فرار منه یا نمونه. یا اوگو در افغانستان سر شما ظلم نکمه، اکی نگاه رفته برادر جانی در استرالیا برادر جانی در سر شما زور میگه. آدمی نمی شما. او جان دباره خانداری که دوزی منه چیز میگه. خانداری منداری نیه و کلش این نسل سیغه. نسل سیغه و خانداری یکه. شما رو بارها گفتم این نسل سیغه کتکود بین ما مونه، تخم نماره در خانه قنداری میله. نسل سیغه خدا شما را عقل داده، شما درس خواندن اولاغا. مردم درس بخونه یک چیز یاد بگیره او شعور و عقلش بالا بره. یا برادر جانی اونور اگه جلوش نگرین سبارز باید دختر تو دوزینه با قرآن اگه نکنه ایدی برو جای نشانی باشه. یا المایا موترسایکل دوزینه اگه سوانده خوار تو را دختر تو را دوزینه اگه بیاده دان از ما شاش کو این میال جلوش بگرین.
این میال برادر مرچین، این میال برادر جانی چی کن خود را بیا مادر ما را بگایو. مادر تو را او وقت گاییدم که برادر جانی نام تو را اولاد ایمه گذاشت. اونور ما گاییدم، شاید ما را ایمه گفته دیگه، اولاد ایمه یعنی من. تیر که مادری تو کس کنم کیری نکنی ایمه. کمک آدم شیه. آدمی از یک سلاح یک بار نیست مخره آقا. انسان اگه شعور داشته باشه، نه اینکه بارها شبر از یک سلاح برادر نشده. ما اینجا هم کلاسیم بود، ما دوست داشت اما نان صبحانه که میور دور مار میداد، خودش نمیخورد. اولو قدر مرا دوست داشت. با خدا قسم. یک روز برادر فهمید که ما افغانیم، بچینانی رفت که پاس هم سیل نکرد. بیخی هم برادر کرسبور سیل نکرد. چرا یک به عقل شو؟ در یک کورس دیگه برادر در نام مکزیکی خود دادم که ما از مکزیکیم. با قرآن هم برادر معلی او شاگردا او دکترو او بچکو ایوی در دست بسته برای احترام میکرد. ایوی در دست بسته. با خدا که دیر ما رفتون چوکی نمومن در ما. دختر بلند میشد از چوکی خو ما رو میگد بیا بیشی. خود چسته میشد دیر میرخم. اون تا وقت ما میگد ما مکزیکی. بعد یک روز یک سیاگوش کس مادر آمد برادر جانی دستین تا که ما رو بشکد کدوری وطن دار، کجای وطن دار، کم پیدایی وطن دار فلان که آواد ما را که دبغل کشک دا یالی اعلام ننه آقا همه ایران منده. آخر رو معلم گفتی تو وطن دار اینی یعنی از هموطن هستین. ما چی میگفتم؟ گفتم آره دیگه با قرآن اگه ما را سگ حساب کده باشه. تو میگه برادر صبحانه خمار میداد گوی خم نمیداد از بعد. در پارک پلوی دختر شیشته دوم تو ما رو گفته از کجایی؟ از کجا ده؟ گفته افغان. با قرآن همو تا فرار کرده که اگر پاس سل کده باشه. او وقت تو کونی تو بیعق تو آقای روشن فکر موری برادر جانی بسته منطقه از ازاره بسته دکان از نام شریف ازاره تو از نام اوغور ده کنخ میلی کرین ده ما عقلیت از او دالخوار کنی ما گلگنم که ایش کرن را ندیده یه جای را ندیده او از لبی نلی و طرفتر نرفته ما از او گلگنم بگیم او چیز را نمفهمه. تو خرکوس تو که در استرالیا رفته تو که دنیا را دیده تو که مردم نمیشناسی تو چرا نام اوغور میلیده کن خو میخوای مردم فرار کنه میخوای مردم دم دکان تو نیا دیگه دکان برادر جلی چیز شونه در افغانستان که مجبوری آنو خدا بیامرزه وگه یا خدا نیامرزه چنگیز را یک لشکر هزار نفری خود در بین سیاگوش دوست در بین اوغونی برادر دایناسور نسل دایناسور نسل برادر جانی وحشی ما را جا گذاشت. اونجا که مجبوری تو اونجا که تمام چیز را در زور کرخ در سر تیجراک ده نام خورد در زور کرخ در سر تیشته در افغانستان دخترهای تو که در زور کرخ پایش از مکتب بریده
کار که در زور کرق از روی دخترای تو گرفته. در استرالیا چی مجبوریت دیره تو؟ احمق! در استرالیا چی مجبوریت داره؟ که نام اوغور در کنگ ملی؟ هزاران بار شبار گفته بابا خود رو مکزیک معرفی کو، خود رو از نپال معرفی کو، خود رو نمیدونم از ژاپن معرفی کو، از کوریا معرفی کو. ببین مردم چقدر تو تحویل میگیره، ببین چقدر دختر جذب میشه. دوله تو دیگه چیز یاد نداریم. مادری ترگاییم قد از این نامید چرا این رقم هستی تو؟ ما این نمی رقم آقا، این رقم کیرو که مادری تو برادر جاری دوله ناف خوارید میگاییم کیرین در کس مادرید. ای دنافی برادر از یا که گفت خوشحاله، خدا نکنه برادر حق رو بگی، دزید از یا کلمه بگی. از برادر چرا این رقمی تو؟ شکل کرم هم جاپانواری، یعنی کرم بندازم از شکل تو زیادتر مادری ترگاییم. تو یک شکل بداشتی عکس گویخ بزدیم اونجی خوار مادری تو کس کنم. شکل کرم هم در جاپان مخورم، تباب چیزم در جاپان مخوره. که خوار مادری تو کس کنم، کرین در کنی نسل سیغه تو. از صدقات کرم کلان شده. بعد اوجه برادر رستفیدش ویدیو جر کده که مرا چرا سید هزاره میگی؟ ما اولادی نمیدم فلانی مامیم، اولادی ایمهیم، تو اولادی چنگیزی، مرا چرا سید هزاره میگی؟ کرین در کون زن از اوی امام که تو اولادش باشی، کرین در کون مادر از اوی امام که تو کس مادر سیغه زاده، تو کس مادر گشتگر، تو کس مادر برادر جانی مفتخور، تو کس مادر بیننگ، تو کس مادر بغیرت اولاد از اوی امام باشی. کرین در کون مادر از اوی امام گرفتی؟ این حال بازم بگو ما سید هزاره نیم و ما اولادی ایمهیم، تو اولادی چنگیزی. تو در کر چنگیز رسیده میتانی؟ کس فروش در کر چنگیز قد نوسه و کواسه و نتیجه و نبیره خود در تمام دنیا پادشاهی کرد، در تمام دنیا در سرطان پادشاهی کرد. تو در پورا نسل خود از نان گدایی و دوزی کلان شده. تو کجا چنگیز کجا؟ ما سید هزاره نیم. خدا تو رو در کیر هزاره قاطی نکنه. مادر تو کس کنم بکن که باید ما چی بگیم تو را؟ تو سید هزاره نیست دباین ما چی کیر میخوری؟ میشه بگی؟ سید کجایی؟ ایرانی؟ برو گم شده ایران. از عراقی گم شده ایران. دباین ما چی کیر میخوره؟ کس فروش باز کجاست تو در امام مخرم مادر تو کس کنم. از صدقات کرمه کلان شده. بیلر گوهری برای شکم تو از دست که مفت خورده و ریده شکم تو پیش بینی تو رسته. باز تو بگی تو اولاد چنگیز ما اولاد ایمه ایم. مادر از او ایمه را گوین که تو اولادشی گرفته؟ کس فروش بی ناموس. حالا کو از نان صدقات کر از نان دوزی و حرام کلان شده. تو هزاره مردقب شریقت به عقلی. تو چرا همدن برادر جانی خود را ده خاک میزنی؟ چرا؟ ده استرالیا چی مجبوری داره نام آقا رو کن قبلی؟ چی مجبوریت داره؟ عقل که شما دارین؟ شما را 1000 بار گفتم در استرالیایی، در اروپایی، در امریکایی، در هر جای است و مردگاو به خاطر که همون مردم از تو تست نخواه،
به خاطر که همون دختر است تو وحشت نکنه نام آقا رو دکون خنیلو بار یک دفعه خود معرفی که از ژاپن، یک دفعه خود معرفی که از مکزیک، یک دفعه خود سال که چقدر تو تحویل میگیره با سال که چقدر برای تو عزت احترام مونه. ای برادر دکان از هزاره ما دو دندنان میگن گندنان میگن زیاد رفتم 2-3 بار رفتم تمام از دو برادر سال یک دن آقا میبینی اونجی تمام سال میگن هزارای زحمتکش هزارای برادر جانی این ملکا به نام طلای سفید میشناسه هزاره را طلای سفید از بس که پاگن از بس که برادر جانی مردن از بس که برادر جانی تو از بس تمام طلای پاک خالص از بس نام آغور کن خبلو که این دکونی هم مادرت با ما عقلیت مادر از آغون تو را گاهیم از دیست از او آغون نمونجه برسه خرکوس از دیست نمزی آغونی تبرغانی برادر جانی نسل دیناسور رو نمونجه رفته باز هم این نام دست کن که بالنانین کاش که اونجا اگان آغومو بود که تو نام آغو رو دکن خشته دو پورا بازار برو بگرد یک نوغو پیدا مونی میشرمین از خودتان عزت نفس نداره چی گو خورده یا لمن دوی کویتا شبار 1000 بار گفته این نسل سیغه اولاد پیغمبر خود که جامز نه تمام چی دوزه با قرآن دوزه یا مردم صدقات کر نمیده اینا رو شناخته وانه دست در دوزی میزنه او رو نه قنداری جور کو نه اوغو جور کو ایچ او دوز اولاد سیغه سیده چو در کنچ ده خرکوز چو در کنچ نزنی اینا چیم سفید مردم به چشم رویه صبح روز ما یک خوار تو دوزینه اگه خوار تو دوزی نکد بیاد دان از ما شاش کو اگه ایکید را دوزی نکد بیاد دان از ما شاش کو برادر عزیزم دو نزن درود بفرست بالای پیامبر درود بر پیامبر اسلام فدای نام پیامبر کجایی اولاد سیغه در جا صدقات کر مرا خورده شکنج برادر در پیش بینیشنده تو اولاد چنگیزی ما برادر ما را سید هزاره چرا میگی ما سیدی نمیدونم اولاد پیغمبریم زن از او پیغمبر گاهیم که تو اولادش باشی چه گفتنی داری دی باره مادر از او پیغمبر گاهیم که تو اولادش باشی تو کس مادری زنازاده تو کس مادری دوزاده تو کس مادری برادر جانه منحوس تو کس مادری بیکار بیننگ بیغیرت مادر از پیغمبر گاهی اینال دست در پیش پیغمبر هم در پیش خدا دراز وقتی تو خرکوس مردگاه رو میگیم بیجا آقا نکن مردم رو کس مادر بیجا مردم خرکوس کس مادر آقای تایب آقا جور نکنه ولی خو مادری ترگاهیم اینی روزارم فکر کو از پس اینی روزارم فکر کو هزار بار گفتم که میشنوی که سعید نسل سیغه خط چلیپا بکشده بلیشی دامن خود جمع میگر از تو خرکوز مردگاه از کور از آقا در رئیبو را نمیداره یک کر جورینده بلی خو مادری ترگاهیم با می عقلیت آی که ترکوز کنم کنجگه از غیردید در دندونان تو تاک از دیست آقا تتانی تر دان خدای از دیست آقا تتانک ده
تان از افغانی تروریست از وحشی موری باز برادر نام افغان در کون خمیلیده اونجی دم افغان بازار کرین در کونی مادرت با افغان بازارت اصلا افغان میبینیده اونجی تو این نام از خود کو که تمام دنیا برادر جاری نام هزاره رو میشنوه چشمایش روشن میشه دلش روشن میشه خوش میه نام از خود که ترده بده که بالا ببری یا ابو درس خنده ابو عقل تو کار نانه تای گوشت تای درس ده چی بلایه میخواه نام افغان را چینج کنه تو گو خورده برد اول نام افغانش ده کدام افغان ده اونجا با تو رفته نام افغان را کن گشته یک از افغان کشته با یک گو خورده در دندنان رفته بران در افغانستان زندگی کو اینقدر نام افغان شوق داره یا در نام از سیاگوش شوق داره یا در نام یک خرکوسی دیگه اولاد ایمه شوق داره که چی گو خورده که در اونجا رفته خب برادر جاری واره در بینچ زندگی کو کرین در عقلت کرین در غیرتت یا لو پرسان داره که موری از مردم پرسان نی که آقا نمیدونم امزاج بیدی که مو نوازیر تغییر بیدی پرسان داره خرکس یا میل تفنگا وده بله سرته برادر جاری تو را بدل چنی نمیله خانه تیا دکان تیا بازار تیا اختیارش داره و خرکس و مردگاو تو گو خورده تا امروز اونجا نام او غورش دیده ولی خو از بیعقلی تیا از بیغیرتی تیا او پرسان نداره که برو بدل کو دولت استرالیات رو مانع میشه کی مانع میشه یا از گی یک دن اوغو تست بخری که اوغو هم دمار نگایا اینقدر ترسوی مردگاوی بزدیل هستین اینقدر ترسوی بزدیل کس مادر هسته کرین در کس مادرت با محضاره بودنید گرفته نزد گشتگر مایه دوزین آقا ورده در پای اوغون قنداری جور کده او قدر خواهی نده که بگه این نسل سیغه آخر های که ترگاییم تو چه رقم خواه که اولاد چنگیز میگری که یک نسل سیغه میترسی ازش زبار سالها پیش خبر کردم که این نسل سیغه یا گدایی در گرش نماید دوزی را گرفته تمام دوزی که در بروری میشه نسل سیغه مونه از تو کس مادر سرخ در بین خاک چیکو سرخ برادر کهو گره در بین برف چیکو ایت جا را نبیند خود که در کوری بنداز در کوری بنداز ای میکن در کوری بنداز صبح مایه زن تر از زیر لینگت دوزی نکد بیادادان از مشاش کو این بی عقلی رو که ما در تو میبینم این بی غیرتی رو که ما در تو میبینم کس مادر کس منه از دیست که بزدار برادر مردم رو آقای بلی سر جورنی بزدور آخر کس مردگاو اینقدر خایمالی اینقدر کنجوسی برای قوم خایمالی کو او مردگاو بار پیش یک کته قوم خایمالی کو اگر خایمالی در رگ خون هسته چی در پیش یک خرکوس مردگاوی سیغه زاده مره در بلی سرخ آقا جورنی مردم را اون آقایی که دوزین آینده میره متسایکل را اون نه قنداریه نه بنداریه
این نسل کس مادر را نشناخته تو. اینجا در پیش از ما شیعه مولایی، آردیم شیعه مولایی. اونجا در بین اوقا که رفت میگه شیعه کافیره. مذهب تو رو دوام میگه شیعه را گویم، در مذهب شیعه میگه شاش کنم. این نسل سیغه تو از وزیر بگه اولاد پیغمبره آقا و فلان و طیبه، تو خرکوس تا بالا بیر نشناخته. سالها زندگی دیده و سالها خنجر خورده از پاس پیش نشناخته هنوز. گری در یه عقل که شما دارید، از چی میکشه از دست خودتانه، هر که میکشه از دست خودتانه. کشته میشین سگواری، در راه ایران شمور لولنه، نمیدانم در راه تفتان شمور لولنه، در راه دیگه شمور لولنه. مقصر خودتان هستید. ایکی شما را گاهیم. سلام جان اکبری، خوش آمدید دلبریم عزیزم. ما فدای خاتون خشونم. از دست خودتانه. کس مادر خایمالی به جانه که پیش مردم. اینقدر خایمالی گفتم پیش یک کشته قوم که برکنو. پیش از من نه یک دیگه. اینقدر خایمالی دمو رگ و ریشه تو هسته، در خون تو در استقان تو هسته. یک خرکوز کس مادر زنازاده را ده بلی آقا جور نکو. آقای بلی سر جور نکو. او جان تو خالی سایید را میگی. کوی من نسل سیغه شو برای چی بگیم که نسل سیغه دیدی رویش چلیپا بکش، یک کلام خوب نداره. نسل سیاگوش دیدی چلیپا بکش، خرکوس در امید خوبیش نباش. یک روز تو پانه میز نکی برادر خود که جمعت نتینی. این واقعیه. یا خرکوس های دیگر رفته برادر در دانگدینان نام آقایش ده. باز او را از مردم پرسانه آقا امین نام خود ازاریخ بلوم یا نام آقای بلوم. او خرکوس پرسیدن داره و امضا جمع کردن داره که تو کس مادر نباشی، که تو بی غیرت نباشی. هیچ خبر نیست که در امضی هفته چی شده دل بریم بگو. ما سر کار ما کجا خبر شدم عزیزم. دوست نسل گشتگره در کویتا دیگه با قنداری مانداریش نمیشناسم آقا. این نسل گشتگر گفتن در پیش ما ازاره بین اوقا را قنداری میشه، اونو طرف رفت از تاجیک میشه. امیر نفهمیده نشناخته ننوز. ویدیو از او سعید برادر گشتگر کورش در پیش بینی از صدقات کرم در پیش بینیش دسته. ویدیوش ندیده کوری که میگه ما نسل چنگیز نیم، مرا سعید هزاره نگو آقا. ما اولاد ائمه ایم، افتخار منن ما اولاد ائمه ایم. مادر از او ائمه را گویم که تو اولادشی. کرنده کس زن از او ائمه که تو اولادشی. تو خرکس، تو کس مادر، تو ماری آستین، تو برادر جانی صدقه خور، تو برادر جانی بی غیرت، بی ننگ، کس فروش، سیغه زاده، زنه زاده. مادر از او ائمه را گویم که تو اولادشی. دیگه چی بگیم از زیاد؟ خرکوس مردگوا. که میگه این نسل کس مادر را آقا ولی سر جور نکنه ابی قرقره گم کنیم. امی مشکلات ما حل شنه، خود به خود حل میشه. به خدا تمام مشکل ما حل میشه. تو کس مادر از بس که بی عقل منحوسی، از بس که تو کس مادر بی غیرتی، تو نمیگذاری. تو یک رمی را آقا ولی سر جور نی. آقا باید خوارت را بگویم میگه سعید نبود، قنداری بود.
نمیدونم فلان بود. کس مادرها نال یک چند بچه قنداری گروه تیار کرده موتورسیکل را دوزی میکرد از بروری. تو از کجا خبری و قنداریه؟ اما اگه سید بود باز چی میگی؟ اگه می اولاد ائمه بود باز چی میگی؟ این نمیدونم سید سلفی تو ده اینجی چرا صدای اقبال نه؟ چون گشتگره، چون از نزد گشتگره که اینده ما عقلت دیگه جای خوب ده پیش دوربینا ما را برادر کن خود دوری در ایه که ما از حقوق قوم دفانم. ده اینجی چرا صدای اقبال نه؟ مگر این موتورسیکل ها که دوزی میشه این حقوق قومش نیه؟ بروری مگر قومش نیه؟ مادری تو کس کنم کرین کسی مادریت یا او تمام بروریت در نام وطنی میزنی تو کرین کس بانی مادریت. ده این جلسه صدا اقبال نه. او کس مادر این قدر بیعقل باشی که بگه تمام برادر مشکلات از بیعقلیه. هرچی که برادر سزا میبینی از بیعقلیه، از بیعقلی خود کیه نگینه تا بیعقلی. یک قدر برادر غیر قوی تان دیگه ابی اولاد پیغمبر بیل که اولاد خدا به دردت نمخوره. یک کلام برات بگم با ناموس زهرا که به درد تو بخوره. غیر قومی خوب باشه هم امرای قومیت میزیبه، که بد باشه هم امرای قومیت میزیبه، که خراب باشه هم امرای قوم خودت میزیبه. این برادر این نسل سیغه یا ای اولاد ائمه وصله دامن منوتون نیست. هر کس با قرآن از موتو شوه، با ناموس زهرا از موتو شوه. نه کس مادری نکو، نه دبلیغ شاخ جور نکو، دبلیغ آقای بلی سر جور نکو. مادری ترگاهی منگر سبار از باید خوار تر از خانه تو دوزینه. اگر نگر بیاد دار از باید شاش کو. اونا طالب میگه ان یک چند دانشی اریست شده. اریست از اوچی رقمه شما را دیوز را که اوار در کش چوب دین در رود بگردانین. او دولت باز رای کیر شما را گرفته میتونه یا کدام کسی دیگه یا قومی سید ما از او پشتوانی نه. اریست از دیگه شکلا آزوانی چوره کنج زدی تالی بری بله خر سوره کردی از بس بابا بگید تو واقعا غیرت دیره یک کار مونی تو از بس سلامی میدین در تو. از دست تر کسمادر از دست که بخواهی کنجوسی او را در نام قنداری میزنی فلان میزنی نسل گشتگر را. باز تو موری برادر جری چی بگیم الله چی عرض گرفتار شده یک چند دانشی دیگهشی تو تام کنه نامشین دلاغا هستن. دلاغا در نظر است سیده یا آقویا عزیزم فدایم زو شعور تشنو فدایم زو اشدام تشنو. دلاغا کیراغا گولاغا نمیدونم قنبراغا شلغم آقا نمیدونم برادر جانی گو آقا نور آقا امیار سید نام میله یا آقو کی من نام از کی همی تا این نسل سیغه از بین تان گم نشنه این دوزی هم ختم نمیشه. این روز جای نشانی باشه.
یک گپ از ما جای نشانی باشه. تا نسل صیغه در بین تو باشه، نسل اولاد ائمه در بین از تو خرکوس باشه، با قرآن اگه مشکلات از تو حل شنه، با قرآن اگه دوزی از بین تو گم شنه، ادامه بده عزیزم، ببینم در کجا میرسیم. نه سعید است نه آقا مگم قنداری است. قنداری کدام خون نور آقا ملا عزیزم ما فدایت شوم. مگیم این نسل صیغه بین من تو هزاره و بین آقا رفت آقویه، بین قنداری رفت قنداریه، بین سیاگوش تاجیک رفت سیاگوشه. چرا نمیفهمین شما؟ همین گپ ساده ای برایتان میگم. او کجا وقت برادر جری او قداری کجا وقت غیرت درک باید در علاقه هزاره در باید وقت هزاره مغرور در موتورسایکل دوزی کنه دیگه. برارشی نامشی شیر آقای که همون میگیم شیر آقا نور آقا گل آقا را سید مله یا آقا کی مله؟ قنداری مله. ولی خب گرین در کونی مادرید خورده خورده برادر از دست تای شکم کو گشته نمیتونی صدقات کیر مرخوری باز میگی ما تو اولاد چنگیزی ما اولاد ائمه ایم مرا سید هزاره نگو. آقا مادر ترگاهی که با مو سیدید امو تبار ترگاهی با مو اهل بیدید امو مادر ترگاهی با مو برادر جدید هر کیرم که هسته گمش از بین ما که از هزاره نی گمش از بین ما. یک کلام چی کیر مرا خورده شده اینجی؟ زمین داری تو در بین ما؟ خانه داری تو از خود در بین ما؟ چی داری؟ چی داری که همده کیر مرا در بغل کیر و خورده رایی و از پشت خنجر زده رایی هستی؟ آی جان دو تا پارس از هیچ چیز خبر نیسته در اینجی مریابات یک سید نیه قنداری است دور پشتون. اونمو که قنداری اونمو راورشی اونمو پیشرایشی اونمو کسمادرشی اونمو که دباین از تو میره اونمو سیده احمقا. چرا همی قد کونی سیده بیت واقع بیرتت؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ مگیمی اگر قنداری ایست سید سلفی میگی چرا صدا اقبال ننده اینجا؟ دیگه زمان که برادر نخود ارواش کس مادر برای خود نمایی دوباره HDP خوب به برادر دایدک دوباره ویدیو بگره که HDP هم ده نمیدونم خوگی قبرستان گرفته در کرخ گرفته. از خود چیه؟ از خود هزاره است، از خود چه بسته بخواه ساختمان جر کنه بخواه مرده خدام کنه. تو کدام گوز، تو کدام کس فروش، تو کدام صدقه کرخور دوباره از او خوب دایدک دوباره اینجا چرا صدا اقبال نه؟ اینا اولاد سادات نیا از نسل رسول الله نیا. نه است از نسل رسول الله از نسل رسول الله که ما 20 ساله 18 ساله کرخ در کونی نسل زمیزدم روز کرم پاوردار شده باره از نسل رسول الله. کارایش هم در رسول الله مخره خداییشی. سیغاری هم در بین از تو رواج کده بایفرین و گلفرین این نسل رسول الله ورده در بین از تو رواج کده دوزی رایی در بین از تو رواج کده خورد و خاکداری هم در بین از تو رواج کده نسل رسول الله باور کو. یک قدر احمق نباشید که از دست خود کو در گیدو مورین. تمام در گیدو که برای از دست خودتانه
دیگه هیچ کس برادر جانی در اینجا مقصر نیه. سلام ماز خوره تامونی چین مرشینی ای جان باز چرا وتر مگی خو گناه میشه بلای تو احمقی، تو گو خورده، تو برادر جانی دالخوری دیگه. از دالخوری لب ندی تو از تو برادر جانی چی گلا یا چی انتظار مگه می اگه گناه میشه در جان از ما. اگه یک تاری موی دائمه رفت می داشت گرد مخورد یا در رسول الله گرد مخورد. احمق 18 سال با کرد دانی پیغمبر و نسل ازی بیدیم سالیم مومندم امید پیش از تو بیواده بید بلبل زبانیم کردم. رسول الله در نظر است تو نمایه، ائمه در نظر است تو گو انده. چی هم مایه ائمه در نظر تو؟ عقل داره نمشمو؟ چی گناه داره؟ ما واقعیت رو میگیم. یا اصلا از 200 کیلومتری ائمه تیر نشده اینا نسل های سیاگوش دوزه. احمق باز تو بگه ای جان گناه میشه در تو. چی بگیم به شک اکبری جگر واقعی یک گب تو از بین کتاب میگی. شمار سالها پیش خبر دارم که این نسل گدای یا قومای ما شناختی را یا نه خمس میده نه صدقات کرخ میده نه سهمی خایه میده نه سهمی امام میده، هیچی نمیده اینا را. اینا یاد کار یا نمیتونه چون اینا در مفت عادت که در مفت خورده. اینا یاد اوره برادر دوزی منه. تمام دوزی ها که میشه از این نسل سیغه یا قنداری هم رای خورده اوغو هم رای خورده او شما گفته نمیتونه. شاید ولی اصل دوز انمیایه. انمیار از بین خود گم کن. اگر یک موتورسایکل دوزی شد بیاد دان از ما شارژ کن. اگر یک خانه دوزی شد بیاد دان از ما شارژ کن. اگر یک روز سر راه دختر آزاری شد بیاد دان از ما شارژ کن. انمی نسل سگر گم کن از بین خود. وقتی که گم نمیتونی خر کوس مردگاو آقا هم نکو دبلی آقای بله سر جور نکر کس مادر را. آقا هم نکو ما داری ترگاهیم. امی که بسیار حرف ساده امی که برادر کدام چیز نداره که توی ایج نمیفهمی. ما گلون و پاران مگیمی اگه یک تار موی دائمه رفت میداشت تا حالا ما 1000 بار جون مرگ شده دو و شیر مادرم قسم. تا حالا 1000 بار کرم خشک شده بود. تا حالا 1000 بار زبان ما خشک شده بود. شما یا ائمه را نمیشناسین یا این نسل گودای را نمیشناسی. باز میگه ای جان نگی گناه میشه. اگر ما ثواب بردم باز چی میگی؟ کس مادر ما در نسل از این شارستم اگر ثواب بردم باز چی میگی؟ تو کس مادر موری را برادر چی منی؟ نمیدونم اوت میدی، نمیدونم موری برادر جانی سپورت منی، نمیدونم موری احترام منی. تو اگر گناهکار بودی شدی باز چی میگی؟ مردم را دبلی خوشوی یا نکو دبلی قام خوشاش یا نکو گناه یا بشیر مادرم گناه داره. کائنات تو را نفرین نه، خدا تو را نفرین نه نکو. او مادری ترگاهی او کرینده کسبان از مادری کرینده شیر از مادری. امی که میگه گناه داره این خوش میرسانه که تو کس مادر هنوز برادر جانی ایره اولاد ائمه فکر نی. هنوز تو گوخور مردگاه ایره اولاد نمیدونم پیغمبر فکر نی. این دوز کس مادر را علمی که میگه گناه میشه.
یالی دو داندینونگ اون یک دن اوغو دکان داره که تو نام اوغور دکون خیسته ما کس خاطر جچی مونی کرنده کسی ننید او مادری ترگاهی مونگیم جد از او سیاگوشه چرا نمفامی گبره او کس مادر مونگیم جد از او رسول الله نیا جد از او ایمان نیا چرا نمیفامی کرنده کس هم دو مادرید کرنده شیر دو مادر که تا این اندازه برادر جانی گوخور تا این اندازه بی عقل برادر بارم ده ما گلون پارانمو که او کرنده کونی جد ازو تو باز بایی میگه ما از خاطر جد چی برو میگیم او کس مادر میفهمی که باز منه یا نه ما کر میگیم ما جد از کر میگیم ما کرده کونی جد از که میزنم همین ساله ها از خاطر جد چی میگی او جد از او چرا کر از برا گو کارانه میشه بگی انسانی که سیه نبود از نسل خوب باز ای گبایی از تو را بد فکر مونه خوب باز کی است رسول الله سید نبود ایره بیا او مادری ترگاه میگیم اینا سید نیا رسول الله سید بود رسول الله نبی خدا بود رسول الله اولیا بود اینا نیسته و خرکوس مردگاو اینا سید نیسته اینا انده خود کلابی جور کده اولاد رسول الله امیره نمفهمی تو کرین ده دانم زو مادری تان ده جای ازو دال بور کر از مر بخر ده جای ازو دال بور گور بخر که بگه عقل پیدا کنی تاثیر دال چی بلایه دلایف دو نزو دلایف دو نزم ده جا دو بزنم بایم ده گوش خوارد دو بزنم یا ده خانه ده بایم آیکه را کس کنم ده جا دو بزنم سلام اکبری جان و علیکم سید نیه سید نه سید نیه ما میگیم این اولادی کسفرای اولاد سیاگوشه باز باید ما از خاطر جد چی بوری احترام نوم او مادر ترگای میگیم جد از این خرا کونی بود جد از این کس مادر بود جد از این مردگاه بود جد از این دوز بود جد از این زنازاده بود تو باز میگیم ما از خاطر جد چی بوری احترام نوم نسل رسول الله ختم نشده نسل رسول الله ختم ما گفتم ختم شده نسل رسول الله است دوان کشورها که برادر جانی رحمت خدا میبارد بلیشی اون کشورهای برادر خلیج اون کشورهای شیخ نشین رحمت خدا از آسمان زمین مبارد اونوان نسل رسول الله ما گفتم ختم شده نسل رسول الله اگو خوری مردگاو نسل رسول الله در پاکستان چیز گو مخره نسل رسول الله در افغانستان چیز گو مخره نسل رسول الله قدر در بدر خاک بسر از کجا میتونه باشه رسول الله که در پیش خدا پرا قوم خو پرا نسل خو برادر بیمک ده در قرآن آمده رسول الله که نسل تا گوشنه نیه نسل رسول الله که دوز نیه احمق ما چی میگیم برو همون مادر ترگاهیم با مون نسل رسول الله برو کرینم کس خوار مادرت با مون نسل رسول الله مگیم زن از رسول الله رو گاهیم که این سید اولادش باشه میگم کرین در کونی مادر از او ایمه که این سید اولاد از او باشه تو کس مادر بازم میگه ما از خاطر جد شیر احترامم نه من از خاطر فلان شیر احترامم بازم میگه اتر نگی بله
مومن دنیا جهنم است. گناهکار بله مومن دنیا جهنم است. کیرین دا کونی مادر از مومن که دنیا جهنم است بلهشی. جهنم اندمی دنیای و هر خرکوس که تو گفته کس مادر خورده. هر خرکوس که تو گفته اونجور نسل قلابی کس مادر بوده که همدر در نام اولاد رسول الله جاز ده خود را از دربدری از گشتگری بور نمیشه. خدا و کائنات نفرین گیده باز میخواید تو را از خود خوری جور کنه. مومن در دنیا که این کس مادر از مومن که در دنیا جهنم ده بلیشی. زن از مومن ده گاهیم. خدا نسل رسول الله را بیمک ده. در قرآن از زبان خود میگه ای پیامبر در ما اعتماد کو. ما انمزی بیابانی به آب و علف علمی بیابانی به آب و علف را برای تو و نسل تو مایه رحمت قرار میدیم. مایه رحمت و برکت در قرآن خدا گفته. اجا بس تو باره بگه مومن دنیا جهنم ده بلیشی. دو میزنی انو بلوگ مونی که چرا قد بیعقلی یا عمدن خود امیت چینی که اوقات از من تلخنی. یک هزاره کنه یک قد منحوس نباید باشه. هزاره شیر پاک مخوره و قرآن لقمه پاک مخوره. باید هوش داشته باشه. باید ذکاوت داشته باشه. باید شعور داشته باشه. ای ارکس مادر برادر عمده او را برادر گوسفند ولی از پاس بعد دلجیده نبره. شیر حلال خورده. لقمه حلال خورده. تو گوی و گوره که منی در سر از اولاد پیغمبر شرف داره. با مو شیر مادرم شرف داره. بازم توی لگار نیسته که ما او را به خاطر جس جینن. ما او را به خاطر فلان چه احترامونم. ما میگیم او را دائما ربط ندی. ای را در پیامبر ربط ندی. بازم تو میگی او را ما از خاطر جس. ای عقل کسی مدره. تو را خدا میگم که نکونی جد از سید. چرا در جان از ما گناه نمیشه؟ چرا گلون از ما بند نمیشه یک روز؟ چرا زبان از ما خشک نمیشه؟ چرا کیر از ما خشک نمیشه؟ اگه یه اولاد رسول باشه یا اولاد ائمه باشه احمق دیگه چی بگیم ترا؟ وقتی تا این حد منحوسی تا این حد به عقلی که انتظار افزی برادر روزای بد هم داشته باش. انتظار افزی به عقلی خو کچوب مخری هم داشته باش از به عقلی خو. اگر شما صحیح مگین خو باز قوماشم او را زکات و خمس میدیا. گو مخره که او را میدیا. چرا قوم خود را نمیدیا؟ زکات خمس 12 میرسه که تا که در مردو نرسیده دست پیش کس دراز نه. با قرآن اگه دست پیش کس تا که در مردو نرسیده 12 میرسه یا در این نسل سیغه میرسه که در خوابیدن و خوردن و خوردن عادت کرده. خوب راه و رویش هم بلده رقم. با قرآن اگه شو چلاو مرغ از خانهش کم شنه صبحش مورد یقین مردم رو میگره طلبکار وری برادر جانی در کدامش میرسه؟ کس مادر که مخره وازره که مورا ایر زکات خمس میده که ایرین در قبر مادر از وازره که قام خود خو اشته مورای اولاد زنای سیغر برادر مار آستین را یک رنگ گردون چلو کده راییه برای ما. یک رنگ دبلی زن خو بدماش جور کده راییه. یک رنگ نمیدونم دبلی خو برادر ایر آقای بلی سر جور کده راییه. زن از وازاره را گاهیم که ایرین در قبر مادر از وازاره. و خمس سعید اینی کرم هم سعید است. کی گفته خمس سعید؟ در جه قرآن گفته احمق. قرآن کتاب خدایا. چیزی که در قرآن وجود داره اونمو سعیه. این دیگه مذهبو
فلان و دینگ و پینگ ایره کلش بندگان عقده‌ای خدا جور کرده، بندگان کسمادر خدا جور کرده، بندگان نامکش خدا جور کرده. این مذهب و این شیعه و این فلان و این میدونم خمس و اینا رو کل بندگان نامکش و عقده‌ای جور کرده. هر چی در قرآن بود اون مسیحه کلام خدای اون. برو در قرآن پیدا کو که خمس از سیده پیدا کو. مولا میگه، مولا در جا گفته قنجه ایکه است تو گفت مولا، یا در گوش ایکه تو گفت. در نهج البلاغه مولا برو پیدا کن مورا. ما میگه ویره خود از یک کسوادرهای نامکش جور کده، مذهب را خمس را اینا رو برای شکم خود برای چیز خود جور کده. احمق کرین دمو عقلیت. چرا خد گل بغندی لالم، چرا خدازی بس الکو نه چی کار کنم تمام جای نمیرقم. اینی خوبش اینی رو با بگه دلبری ما که سروری ما که نمیدونم عشق ما که نمیدونم امیدی ما آینده ما سرمایه ما که نمیدونم 10 سال در نام از ما ششته که 5 سال یه براده وفادار بده. اینی ای که باید یه رقم به عقل باشه دیگه. از او گوخور لبنالیت ما چه انتظار داشته باشه؟ از گوخور مردگاه که تا دیم را آخرین مسافره چی دورترین مسافره چی دیمه، از اون ما چه انتظار داشته باشه؟ ای که یه رقم باشه. سلام جان و علیکم لالای. مولا میگه مولا نه ملا میگه مولای کس مادر و بنده خدا نیه، او نامکش نیه، او عقده‌ای نیه، او کیه او ملا؟ میگیم خدا گفته باشه هر چیز رو ما قبول کن. احمق هر چی که خدا گفته باشه قبول کن. خدا نه برادر جانی مذهب را جور کرده نه خمس را جور کرده، هیچ چیز را هر چی در کتاب خدا بود برو قبول کن. یک کلمهش نه پس نه پیس در قرآن. ملا او بنده خدا نیه، او خدای او ملا. حالا تو شیعه چه کره کرین در کس مادرت با شیعت کرین در مذهب شیعت. ما چی میگیم؟ این کس مادر چی میگه؟ ما میگیم این مذهب را بندگان نامکش بندگان عقده‌ای بندگان کس مادر برای نامکشی جور کرده. احمق این مذهب از طرف خدا مردوده. با والله گناه داره مذهب پرستی، با خدا گناه داره. کون مذهب را الکو میگیم کرین دمو مذهبت. خدا فقط اسلام را جور کرده، فقط کتاب آورده برای تو. دیگه بندگان نامکش کس مادر شرکت برای نامکشی او مذهب را جور کرده، او مذهب را جور کرده، او مذهب را جور کرده. ما تو رو چی میگیم؟ خدا چی گفته؟ امی ملا میگه آدم را ملا گوی مادر که مخوره. ملا که درباره مذهب ای چیزا گفت دبلش شاش کو. ملا فقط وظیفهش میه که باید تو را نماز و روزه و عبادت خدا را یاد بده، خالص عبادت خدا. دیگه اگر گفت برو چور مخکو بگه گونم دبله چوی تو، برو نمیدونم سنگ مخکو بگه شاشم دبله مزو سنگ تو، برو نمیدونم فلان جا مخکو زیارت کو. فقط عبادت خالص الله را تو نشان میده. این مذهب را خدا جور نگده. دل بریم خدا به شدت نفرت داره از مذهب، به شدت. این مذهب را اینی بندگان نامکش کس مادرش جور کرده. ایرانی دیگه کدام کارش خوب بود که مذهب برای تو سعی جور کرده باشه. ما فدایت شدیم. چرا احمقین شما؟ بالا خو ده بالا خو دسا بالا ده. چی میگی تو؟
درباره کدام توپیک گپ میگی؟ امی قدر چطوری جان خوبیم لالای؟ امی قدر قصه لیلی مجنون کدام تو نفهمیدی درباره کدام احمق؟ خود درباره اگه سیاست دیگه گپ بزن که منه خون لدگیمو اضافه کنیز اکبری جان ما فدایش میشنم. اوه خدا شبر عقل ده وقت میگیم هزاره شیر پاک خورده نان حلال خورده باید خود شعور داشته باشه عقل. مورد در دنگدنان اونجا که مجبور نیست نام آورده کنه بلی در افغانستان در زور نام خود بلی تو تاپ کده در زور کر در زور توفنگ در زور کر برادر درس تحصیل را از روی خوار مادر تا گرفته پارک را در زور گرفته. در استرالیا تو چی مجبوریت داره؟ در استرالیا چی مجبوریت داره که موری نام اوغو را کن خمیلی؟ شبار 1000 بار نگفتم خود اوغو معرفی نکنم این مردم تسمخ از اوغو. اوغو یعنی تروریست، اوغو یعنی چاکوکش، اوغو یعنی وحشی، اوغو چی مجبوریت داره؟ چی مجبوریت داره در اروپا استرالیا مری خود اوغونی؟ امیر عقل تو پای نمافته؟ عقل تو کش نمیده امیره؟ نه از گپ زده تو خوشم میا و حقیقت میگیم گپ از دل برایت بر دل نشیند عزیزم. خود جان اگر خدا یک اسلام تیار کده باز این کریستیان را که تیار کده او کریستیان دین قدیمی ما فدایتشون او را هم خدا جور کده او را سالها پیش جور کده بعد قرنها گذشته این مردم وحشی بوده و مردم عرب وحشی بوده دختر دخنش شد دختر رو ببر زنده و گور میکرد زنده و گور زنده ده زیر خاک میکرد دختر را. اون خدا برادر جاری مجبور شد دین آورد برایش دین آورد او کریستان هم خدا جورده اونا هم گب شحقه کتاب شحقه او دین از خود داره ما تو دین از خود داره من از تو قانون کتاب خود داریم باید از قانون کتاب خود پیروی کنیم. عزیزم سنجیدت هزارگو به شک عزیزم است لالای جان اکبری اگر تو در کویتا لادر مبودی چیز کارم کردی لادر مبودم ما یک دنه گوشنه یک دنه بیخاتو یک دنه دختر خانمانده در پورا کوتا شما پیدا بکرید میمادین مرا سنگسارم کردید یک دنه گوشنه یک دنه ٹھکری بیخاتو یک دنه دختر خانمانده در پورا کوتا شما میدیدین میمادین مرا سنگسارم کردین دیگه چی بگیم شما را؟ در دست کدام نگین است تمام نگینا جان خود صحیح است افغان بازار هست منی افغان تمام میا هزاره پشتون تاجیک ازبک تمام میا ده اونجی دکان است که احمق صاحب خانه که ده اونجی یک دن اوغو است وقتی میگیم کرین دمو عقلیت وقتی میگیم کرین دمو گو خوردین باز کارشن بر میا تمام میا اونجی اوغو میا ازبک میا آزره میا صاحب خانه کیا صاحب دکان کیا صاحب ملک کیا صاحب زمین کیا یک دن اوغو است
مردم خانه را کشور را عاقل خود نام از خود کنام نه نام یک دیگه. کاش که یک نام خوب باشه که تو برادر جانی از خیر ببینی. مردم از تو وحشت نه. احمقی گو خورده چی بلا این شما؟ چرا دو زدی مرا؟ تو را در جا دو زدم عزیزم. عارف حسین لالای تو چیزی تیم لایف مایی؟ ما از لایف تو خوشم میا. ما لایف مجبور نیم عزیزم، بیکار نیم. خوشم نمایی از کس مادرهای بیعقل. مادرش گاهیم 18 سال گلون پارک دانه برشد. اگه یک کس مادر چورچ خراب شده باشه یا یک کلمه یاد گرفته شما بندیستو باشه. سنگ بهتر از یه سنگ مبود آمو شد. مگر این مردگه خرکوس با قرآن یا در مغز ازی بوره یا مغز ازی باشنه یا یه عقل پیدا کنه. کونم خریش نه بای علکی برادر خود خونجگر کنیم، علکی بای خود درد سر بدیم. این سعید کسباده رو وش کدام از صدقات کرنا کورش دفعش بینیشم ده آقا. توهین منه با ما را سعید هزاره نگی. تو اولاد چنگیزی، ما اولاد پیامبریم. ما نمیدونم از نسل علی و فاطمه ایم. تو از نسل مغولی. مادر از او علی و فاطمه را گایم که تو اولادش باشی. که این در کونی زن از او پیغمبر که تو دوست، تو کس مادر، تو مردگو، تو گشنه، تو بیننگ، تو بیناموس اولاد از او باشی. باز این حال این کس مادر قوای بی کس مادر بی عقل از بس نمفهمه گبز مرا. نمفهمه در گرد گوی خیلی میتا چرخک زده راییه. سلام پاریس جانم هستی. تو خود تا چند روز پیش پشتون رو گفتی. ما یالم پشتون رو مریم. در افغانستان کار میتونی تو؟ احمق. در افغانستان تو کون دوری میتونی؟ در افغانستان تو در مقابل پشتون بند کمر بسته میتونی؟ در افغانستان میگم از رخ تو کار نمیا. در اونجا کون دوری نکو بیجا. در ملبورن که تو مجبور نی. در استرالیا که تو مجبور نی. در استرالیا کس تور نمکشه. در استرالیا کس برادر تو از مکتب من نه. در اونجا چی مجبوریت داره؟ امی عالم میگیم در پاکستان، در افغانستان اون ملک پشتون ملک خود میدانه اونا را. تو نه کون خود دوری نکو. نه از روحتان کار پرایا. نه برادر ناقی خود در گایدن میدین. نه ناقی خود در کشتن میدین. اونجا سالها وانده بود زور تفنگ و در زور برادر ارزو وحشیگری اون ملک ادارش ده. تو قد از یک قلم نمیدونه قنجگه از احساسی نازوگ دخترانه خو، قد از احساس ظریف خو تو اونجا حکومت نمیتانی. نه کشیشر نگی، نه خود در کشتو ندی، نه خود برادر در گایدن ندی. اونو پشتون به عنوان لاله کلان خو قبول کن منجه برادر زندگی کو. اما در خارج که تو مجبور نیه. در خارج چی مجبوریت داره تو؟ در استرالیا که برای تبال از اوقات هست مخورین. ما اینی رو میگیم همین گبر نمفهمی تو. یعنی ناس کسمادر چی میگن؟ چوب بچه کریندمو ریش پدرید، کریندمو قبر پدرید، کریندمو ریش مادرید، کریندمو لنگی مادرید، کریندمو دانی مادرید، کریندمو حلق مادرید، کریندمو کونی نسلید. تو که یک قدر ازاره بد میا. ما سید ازاره نیستم. تو دباین ما چی کیر مخری؟ دباین ما چی گو مخری تو؟ ما تو رو گفتم بیش دباین ما؟ کدام کس مادری ما تو رو از جاقیت گرفته که آقا نرو ما دل ما تنگ میشه برای تو؟ تو که از ما ایده بد با یک گومش کس مادر. ایران 4 طرف تا قبله. در بین عرب بری 4 طرف تا قبله. بشرط که عرب ترکیر حساب کنه. بشرط که ایران تر یک پشم خواهی حساب کنه.
کس مادری مردگاو افغانستان را ما سه مونم جان خوب مونی عزیزان تو سه مونی تو کونی مرغ اینک از برادر جانی بروری را شما امور برادر اصلاح نمیتونی تو موری افغانستان رو سه مونی برای مادر ترگان تو کیر می داشته ده تایی برادر کیر ایرانی خود خود نم کردی ترک کیر ده کسی ما خوار مادری ترک کیر ده کونم زو برادر جانی جد آبادید کیر ده کونم زو برادر نسلید یک از خواهمال ایران یک از ایران خوشت باش برو مکتر از جاگیت نگرفت کس مادر بین ما چی گو مخری نسل تو کس کنم بین ما تو زمین دیره بین ما تو ریشه داره ده بین ما تو چی داری ها برو مگر ما رای تو گرفتم خرکوس کرین ده کونی مادرت کرین ده کونی نسل و تبارت کرین ده کونم زو خامنه‌ایت کرین ده کونم زو ایرانیت برو ده بین ایرانی بین ما چی گو مخری ها خدایا توبه بعد میگیم لالای خوار مادری تو کس کنم از صدقات کرمت تو زنده منده آب و نمک از ما میخوره خود بین ما منی گوگ نس بین ما منی از زمان خایمالی زمان تو گذاشتن موره برای ایرانی و سیاگوش فلان میلی مادری ترگای منگه تو درامه فکر کن تو خرکوس درامه فکر کن ولی نسل سیغه تازه برده صدقات کر قرد شده ده ولیشی تازه موتور سایکل دوزینه سال دیگه 6 بایده سال اگر ده خوارت دوزینه کرد بیاده دوباره از شاش بیا شاش بده از باباست یا درامه فکر کو هرچی فکر منی فکر کو کس مادر میگیم ای از نسل زنایه ای از نسل حرامه از لقمه حرام و گدایی کلان شده ای خوب نیه ده بینشی خوب نیه سر از اعتبار نکو سر از اعتبار نکو خود بازی میده کس مادر دوزی هم مونه خوارت هم میگایا مادرت هم میگایا کس مادری که بگی مونه ده حق تو اینا را هر وز مرا درامه فرق کو خدای نخو بیاده کسی مادرم غلام ازاره نام ازاره اشته مادر است تو آوری ازاره را دم زیارت کو دبلی زیارت کو زیارت دلجیک ده بیگاییم اول برم زیارت دلجیک نم بعد برادر جانی گویش بور کنم ابو ساختمان زیارت را رنگ کنم مادر است تو آوری ازاره را گرفته که این کونی خوار مادریت در زمان نامکشی از نام ما استفاده نی زمانی که گروپ جرنی از نام ما ازاره استفاده نی باز او زمان که برادر چی شد تو نسل مغولی ما سید ازاره نگی مره ما اولاد پیامبریم اولاد فاطمه ایم اولاد زهراییم میگیم کرین در کوس از او فاطمه که تو اولاد چی کرین در کسبن از او زهرا که تو اولاد چی کرین در کونی مادر از او مولا که تو اولاد چی از تو اولاد داشته باشه ده یه بار چی میگی باز خرکوس مردگاو الایاره اینا نمفهمه خرسته تا که خرمونه خرکوس مردگاو تا که کرین در دانی مادر ازی یک کس مادر که برای پورا عمر خود در خرکوسی تیر کرده به اقلی که آدم میشه که دوش ما یک کس مادر خرکوس یک پورا عمر خود اندمی برادر غلامی و دمی چکرگی و دمی دربدری اندمی برادر جانی چکرگی کس مادر ولد زنا تیر کرد این عمر سالم که منهی زندگی سالم که شروع منهی این بندگی خدا را که منهی خرکوس کس مادر تا که روی خر ممنه کس مادر کرین در دانی مادر ازی برو خونس در قرآن پیدا کو بعد بیا مار بگی تو نگی که این مال سید نیه خونس پیدا کو در قرآن از قرآن فقط قرآن مال خدایه کلام خدایه دیگه در بله تمام شاش کو او خرکوس مردگم
اگر واقعا میخوای بندگی خدا رو کنی، اگر واقعا میخوای زندگی سالم در دنیا برادر لذت زندگی و دنیا رو ببری. خدا در یه جای نگفته که مؤمن نمیدونم در دنیا جهنمه، هیچ جای نگفته ایره. این گبرار کس مادر که گفته تو رو بازی میده. خدا بنده مؤمن خندمی دنیا هم برایش به هیچ جور نیمی، دنیا رم او دنیا رم دنیای بالاتر رم تمام جای را خدا برای بنده خوب به هیچ جور گرفتی. فقط خدا اونها رو گفته که برادر خدا را الک ده، کائنات الک ده، بندگی فقط چسبیده برادر ده مال و ثروت. خدا اونها را نفرین منم تنها برادر ثروت و پول و پیسه را نگیر. ای بقدر برادر جانی بفهمه که نه برادر جانی ازمه که در تو رسیده. اگر ما بخوایم تو نه سرمایه دار میشی، نه ثروت داره، نه هیچی. پس ما را اله نکتو برادر جانی. خر است پیش گوش خر هر چی بگی میگیم تا که خر مونه و به حال از خرکوس کریم در دانی ایکشی و به حالش و به حال زندگیش این در بند کیر از ما بنده خداییم. مرا چرا خدا بهشت اندمی دنیا جورده براییم؟ چرا؟ چرا جای شراب را پس خانه از جورده؟ چرا هورای بهشتی را در دور و بر ده همسایگی از برادر خدا قرار داده؟ اگه برای بندگان چی جهنمه. مادر از او گایم که میگه دنیا برای بندگان مومن جهنمه. که نکس مادر از او جون ما غریب استم کمک منی ازاره باشی جوان خواهم میدیم برای تو. نسل سیغه باشی کر خو آو کر غم نمیدیم. حیف همزه آو کریم. واقعیت چی بگیم؟ یک خمس خدا جور نکده، یک خمس یعنی بندگان نامکش جور کرده. کل کس مادر چرا نمفهمین شما؟ خدا اگر خمس برای سید جور میکرد اون در قرآن در کلام که مو گفت که اینی خمس اینی از سید. و دومی دیگه این سید نی ما فدایتشونم کاش که سید مو بود. این سید مو بود امی قدر صدقت تو یر دیده سال که تو را براده خدا بهشت اندوینجی جرم کرد برایت یا نه؟ صدقه را مفت دیده، مفت لا جهنم خرده برای خو، چون صدقه را در جایش ندیده. تو خرکوس جار باشی زنده باشی سید نیم هزاره ایم. میگم هزاره است سرم فدایت. خمسم در تو میرسه، زکاتشم در تو میرسه، فطرشم، سهم امامم، سهم خوایم، سهم کرم، تمام چیز میرسه در تو. هر کسی او سید رو میده. مادر خورا گیده برادر جهنم را برای جارنه. به ناموس زهرا بشیر مادریم. سید به هر عنوانی که تو کمک کنی. چون اونا سید نیه، اونا ماری آستینه و خرکوس. تو هر کمک کور منی سر از او کلان منی، سر از او مار را کلان منی که تو قرد بیده. او خرکوس مردگاه گرفته. زکات هم در قمد میرسه، خمش هر چیز که جو سهم امام جور کرده، سهم کر جور کرده، سهم خواهی جور کرده، اینا رو تمام به نفع خود جور کرده. تمامش در قمد میرسه. با قرآن اگر تا قمد تو در مردن نیامد اگر دست دراز کنه پیش تو، این یقین تو ثابت باشه. قمد تو پول مفت، نانی مفت، نه خورده نه علشه تا که در مردن نیامده. قام خوره بیدی، خمس میدی، زکات میدی، سهم امام میدی، رد مظالم هر چی که میدی بیدی. ای که سید تمام شی ده 7 کتاب گایم. ای که از گایدنه این نسل سیغه اگر یک دن حلال زاده باشه ما بنده استو باشم. یک دن حلال زاده نسل سیغه نسل از سیاگوش کسوادره نسل دوست
اندم از کیر ما میخورم ما رو توهین من آقا. تو نسل ما چنگیزی، ما نسل ایمهیم، نسل زهراییم. ای مادر ترگاییم، ای همون نسل ترگاییم که تو نسل زهرایی. ای کیرین دم کونم زو قد قبرم زو مادرید که تو نسل زهرایی. ای کیرین دم کونی رگ و رشید که تو نسل زهرایی. نسل زهراست تو هری بیا. بیا خواری مرا بگیر، کیرین دم کونی خوارید. سیدی آزرگ هسته باشه میگرون. سید باشه دوله خوار تو برادر جلقم نمیزنم. امی راست بگیم. نکونی خوار مادر زیان. برادر جانی همین نامردی هم از خود حق داره. کس مادر از صدقات کرمه تو زنده منده. با قرآن اگر صدقات کرمه نمی بود با مشیر مادرم سالها پیش دایناسور ولی تو منقرض شده بودی از روی دنیا. منقرض شده بودی، پورا نسل تو منقرض شده بود. ای صدقات کرمه بود، کمکای ما بود که تو در پهلوی کرخ گرفته برادر. از دان اولاد خبر کردیم در تو داریم. با جایی که تشکر کنی توهین نبا ما. تو اولاد مغولی، تو اولاد چنگیزی، ما نمیدونم اولاد فلانیم. یک آدم هم باور کنه که تو خرکوز کس مادر اولاد ایمه ای. یک آدم کس مادر به حق هم باور کنه که تو کس مادر اولاد ایمه ای. یک صلوات، یک چکچک. کس مادرم یک گوش نخوب تمام را مبامه باز گو پس میاده ولی مخشی برادر از ذات شما را. این موتورسایکل دوزی تباش ده پای سیده ریشهش نمی سیده. اونمو که دومک زده میره ده دان درگه تو خنداری را میره که غور میره اصل کارش سیده. با ناموس مادرم سیده. این میره که تو اولاد پیغمبر میگی. تو خرکوس اون تا مقدر بی عقل و تا قدر برادر که اولاد پیغمبر گفته برادر در زیر خشتک خاتون خو جای دیده. باز از کون خاتون خبرم بگر. باز از کون خاتون هم بیخبری. اینی مرا درد کشته. اینی درد مرا کشته. اینی درد مرا کشته که تو کس مادر مردگاو ای دوش نمایی. تو خرکوس مردگاو ایج برادر جانی سر عقلت نمایی. امی قدر نمفهمی. اگر می یک تار موی در ایمه گرد مخورد یا یک تار موی امی در رسول الله گرد مخورد. امی جان اکبری که سالها پیش برادر کرش خوش شده بود، زبانش خوش شده بود، نمیدونم جوانیش از بین مرافت، نمیدونم برادر جانی یک بلای دیگر ولیش نازل میشد. امی قصد عقل ای بقدر چی شعور ندارید. از این اندازه بدبخت، از این اندازه برادر خرکوس، از این اندازه برادر دگجا پیدا میشه. سمر عباس خوش آمدی دل بریم. آن دیگه تمام دکون سید بند هستم. تمام شد دکون سیده. تلای زنار میزنه دوش یعنی سیده. نه بر قنداری رو بگر، نه بر اوغا رو بگر، نه بر ایره بی سید. مار آستین تو یعنی سیده. این میره سگ گوری گوری از بین خود گم که اگر تمام مشکلات از تو حل نشد ما بنده از تو باشم. تمام مشکلات تو اگر گم نشد. های های انا افغان چطور غیرت کده من علاقه مامور میگم اصل که دومک مزنم میره اینمیه دمج مورد تو مکشه علمی سید پیش رایشه اینی دومک زده مبرد اونجی اون مجلس کجا بلد بود.
او آقا برادر جانی کان کولر از کجا بلد بود؟ موتر بم را و تانکرهای آب را که ما در پیش خانه در پیش مکتب دخترای منفجر اینمی سعید اینمی نسل زنا سیغه اینمی اولاد ایمه و اصطلاح است و خرکوس اینمی دو مغزده میره در پیش اسکول دخترای منفجر نه خرکوسی مردگو ای که تو رو گاهیم بازم تو یال بگی ای جان گناه میشم ما احترامی جد زور درم ما کون خپارانمون گمی جد ازی سیاگوش دوزه جد ازی یک کسمادر زنازاده یا بازی میگه ما احترامی جدش دارم ما این در اینجا ایران مندم در اینجا آدم چی بگه باز در اینجا چی بگه مردگاو یک تار موی در رسول الله رب دشتشه این رحمت خدا از آسمان و زمین میباره دبلیش چون بیمک ده به خدا بیمک در رسول الله اولاد خوره اون عربا شیخا رو میبینید شیخای خلیج فارس را چند کشوره خبر داریم زو اولاد که در خانهش پیدا میشه اولاد که مرا اولاد برایش تذکره و شناسنامه میگره ثبت نه اونم زوم ما دمای برادر جانی $7,000 $7,000 دما در حساب از اولاد تازه پیداشتش میاد اصلا مرتکه کارت نکن کار کیمونه خواب کو استفاده کو او از اول طفولیت دمای $7,000 جمع که تا جوان میشی کلان میشی چقدر پیسه میشه بعد که جوان شدی وقت که ازدواج منی خانه را دولت حکومت مفت مجانی جور بنا مفت برای تو میده جهاز دختر را پولش دولت هر چی که بخوای میخره مفت مجانی تو میده اونو میگه ما اولاد رسول الله ایم اونو میگه خدا ما را بیمک ده رحمت از آسمان زمین میباره ای اولاد رسول الله مو بود دیش ده پیش کرست تو دراز بود احمق خرکوس تو که گونه خورده شی ابی تو که برادر واقعا حیوان نباشی امی سعید پنپر قد پشتون اوغان را خوبیخی گاهیم اینمی پنپر در بین من تو آزرای شیعه اون در بین اون یک خانه و طرفتر رفت از بس دو میزنه تو را اوغو میشه بین اوغو رفت اوغویا بین قنداری رفت قنداریه در بین تاجیک رفت سیاگوشه امیر تو هنوز نشناختی تو وقتی امیر تو هنوز نشناختی ما چی بگیم تو را آقا تو لگ از گفتن باشی نمیشی سلام ماما خوبی محمد حسینی خوش آمدی عزیزم کدام محمد هستی آقا یک چیز دیگه امی خمس که تو خرکوس مردگاه میگی یا سیده امیر قام خود خو بیدی گناهش از ما میکشم ثوابش از تو قبول داره تمامیتان رو میگیم هر آزار قوم خو میگیم هر کمک که منی قوم خود خو بیدی ثوابش تو ببر گناهش در گردون از ما در جای از تو بکشم دیگه از او زیاد چی بگن تو خرکوس مردگاه را چی بگیم از او زیاد سر مار را که توی مار آستینه سر زیر کلان نکو کس مادر گناه داره یه قوم تر قرد که داره یه کمک نکو ایره خیانه ده قوم تو خیانه ده از کدام نسل هستم این نه نسل از این درک داره کس فروش
و نسل سیاگوش تمام کار از این سیاگوش بخوره. اون مرقم شیطان، اون مرقم دوز، اون مرقم چاپلوس، اون مرقم خایمال، اون مرقم نمیدونم برادر مثل سیاگوش، اون مرقم بی غیرت، بی ننگ. اونم زو نسلی. اونم دا باید با خود اولاد فلان جور کده. زبار گو او وقت کس نه علم داشت، نه برادر جری یک عقل سی داشت. او بابایگونی کس مادر. او از کجا برادر جری؟ واره برادر جری از دان اولاد گرفت دان زیدد. از سر زمین خبال شد ای تول ازی کرد، کوس کرد. ای دبای نماز بس زمیندار شد، دبای نماز نشیمن شد، نان مفت خورد. این حال برادر ما را توهین منه به جایی که قدردانی کنه. قد پشتون باره پشتون میگه قد آقا ما چی میگیم تو را؟ امی واقعیت که امیر بفهمین. ماما میگیم کدام محمد جماعی تو؟ محمدی کدام محمدی عزیزم؟ ما میگیم معرفی خود ماما داره یا گناه تو در گردون از ما اینقدر دنبال ثواب میگردی که این دانی مادرید. امید ثواب مورد جهنم را، خانه جهنم را خرده رایی برای درو. هر خوشبلیخ توی اولاد سیگار بیدی مار مادر شگاه باجی یک تاق جهنم برایش میخری. این گفته باشم برای تو. جانم فدای تو عزیزم. سلام خوبی بیار بالا. کدام ماما؟ ما میگیم تو کی؟ باز بابا ماما. از دست خودتان عزیز، هر کار که بشین شما از دست خودتان. نه از خدا گله کو، نه از کائنات گله کو، از هیچ کس گله نکو. از هر کار، هر بیعقلی که بدبختی که سرتان میاد، مادر شگاهیم از تمام از دست خودتان میاد. تمام. کویته را بلیخ زندان جور کده از خود است تو خرکوسه. ای تو را جنرال موسی خان حکومت پاکستان فقط آذره را گفتد باید. آذره را گفتد باید پاکستان ما برای شناخت کار میدیم. تو سعید از کجا در کن جارواری بستک دی رفتی؟ گو خورده که رو بردم رای خود. گو خورده که این نسل سیگار رو بردی. اون دو زد برده صحابای مردم را، مذهب مردم را دو زد، فلا زد، گوزای هوایی زد و زد ایرانی بری دشمن جور کرد. تباب برادر بلوچ اوگورا در جان تو دشمن جور کرد. این حال مثل کونی مرغ را در بین قفس و نونجی در بین گوی خو دست پاده. انشالله تا آینده از تو وری گوارا مگم. ما گوی حق مگیم به شیر مادری من. هرچی که ما دیروم این زمین راستگویی خسته و از حقگویی خسته. خدا روز در روز به ما خیر و برکت میده. روز در روز به ما جوانی و زیبایی میده. کائنات ما که کارم اشتباه باشه، مادرش گاهی ابو شاوش خدا مرا میزنه. امو شاوش برادر جری صبحش برادر میزنه. کائنات میزنه. نمیدونم. ما گب حق میگیم برای تو. یک قدر خرکوسی به عقل نباش. یک قدر هر کس مادر زنازاده را ده ولی خب برادر آقا و آقای ولی سر جار نکو ام مردگو. دیگه کار که از وقت نباید که برای قوم کنی. حداقل هم سر مار را کتا نکو. حداقل بدماش جور نکو ولی قوم کو مردم را. حداقل برادر ابیر خیانت را کنه که قوم کو. زنگ نزوه سمر قدمونی. بیا در لایف نمی در لایف بیا. شمس نوری زنده باد جانم است لالای. اولاد ائمه وقت ائمه را گشت. اولاد رسول وقت اولاد رسول را گشت که یک
برادر روزیش در سر کیر مردم باشه. گفتم اونو اولاد پیامبره. طفل در خانهش پیدا میشه، اونم از اون ماه اول $7,000 دما حقوق داره. حقوق از طفل یک روزه یک ماه تو در ماه $7,000 حساب کو در جا بره. آخرش وقتی کلان شد خانه را برادر جاری دولت برایش بخره. به شیر مادرم قسم یک کس از خود خو برادر پول نمیده خانه را ابو زبان که ازدواج منن دولت برایش بهترین خانه جور نه هدیه نه داماد، بهترین لباسا، بهترین خانه، بهترین قالی، بهترین یخچالا را جهاز میخره برای دختر تقدیم منه دختر. هر خانواده دولت حق داره، این حق را داره. اون خاطر که مردم برادر جانی شوا بیداره، اون صبح نماز ملا که آزادت نماز میخوانه، خدای یاد نه، خدای شکر نه، بعد اون تخت میخوابه روز خوابه. چون برادر جانی اکاونت های بانکش پر، جیبایش پر، خانهش پر، نانش پر، یخچالش پر. تو برای چه خوابی آخر کس؟ تو برای چه خوابی تا چاشته؟ یا هم از او یاد گرفته، چون او سیدو گشتگدو مرده اونجی. این زنازاده گشتگدو خیرات جنگدو مرده شیعه را دو میزنه و کشورها کلش وهابیه. شیعه را دو میزنه اون گشت مونه. اون از ما یاد گرفته که عربا روز خواب آقا. این هم در کویتا از بسل بره که تا 12 بجر خواب. از وزیر خواب کس مادر به اخل از ما یاد گرفته خوابی دور از او. این هم یاد گرفته. این خرکوز هم سلمونی در جیبش قشبلینی خواب. نه یاد خدا، نه نماز، نه فلان. خواب خرکوز مردگه. او مردگه او که خواب او عرب که خواب نه. و هم اکاونی بانکش چٹک بر پوره، هم جیبایش پوره، هم یخچالش پوره. تبا چیشی که بود خواب نه. بلکه ایش کرم را ندیده در زندگی خود، ایش کرم را وش نگده. تو را باید چی رقم برادر بفهمانم ما، چی رقم بفهمانم تو را. هرچی که بگیم تو خرکوس باور ننی، باور ننی. ملا در چیز از تو خدا جورشته، امام جورشته. او ملا نمیشناسی، تو ملا را نمیشناسی، تو خرکوس ندیده، اعمال ملا را ندیده. اینا را که بگیم باور ننی تو. هرچی که ملا گفت فقط بگیره خدا گفته، پیغمبر گفته، و تا گوش که داره. راست دروغ را برای نامکش خرکوس ایرانی در دان از میده و برای تو تبلیغ داره. چون اگر تبلیغ نگه اونو برادر معاشش از اونجی کت میشه. صدقات برادر خیرات سهم امام قد میشه از اونجی. گوش نمونه اون ملا. باید راست دروغ کنه برای تو. یا عراق یا رحایی کی هیچ میگه برادر جانی. تو به ملا هرچی گفت تو کلام خدا کنیه. خود تو شعور داره، خدا تو را عقل داده. او ملا ایوی قدر برای تو بگیم 99% دروغ میگه برای تو. به شیر مادرم قسم 99%. یگان حرفی رای خدا حقه. تو برای تباب کلام هرچی ملا گفت تو کن اموره. مادر از این ملای رو گاهی کیرین در کسی های که از این ملایو اون برادر برار لاله کاکای همهش ملای خودش برادر جانی. بیار بالا نه جان ماما چی مونی بالا.
ما میگم خود معرفی کو کی هستی؟ ما بیار بالا. من تو را اصلا نشناختم که کی هستی تو. آدم بشناسم این طرف یا نه؟ ما نمیشناسم کی تو برادر جری از بس بگه بیار بالا. علمی گواه حق رای خدایا. باور منی خانه تا آباد نمونی هم خانه تا آباد. آقا ما دیگه خسته شدم. اینی میبینی که نه لایف میم نه چی. اینی رو برادر سید کسبروش هم برادر جری یک دو روز که نبوده باز سایل بره که برادر سوالا پیدا شد. کاورت در پیش بینید راسته تردانم والله. امو کدامش از خود بوده؟ از کیر ما بوده؟ از صدقات خیرات من خود تو کار کده دروغه. کاورت در پیش چیست راسته؟ آقا بجای که یک شکر کنه یک چیز کنه از توهین نه به ما. تو اولاد مغولی ما اولاد فلانیم. ما اولاد فلانیم. از یک دو خرکوسی به عقلم باور کنه که تو اولاد فلانی. علمی واقعیت است از جان لالی خشن. ما فدای قوم خشن. نظر میدی، خیرات میدی، صدقات میدی، خمس میدی، زکات میدی، قوم رو میدی. ازاره خود رو میدی. ثوابش از تو، گناهش از من. دیگه از او بهتر چی بگیم برای تو؟ اگر شیر آدم خورده، اگر آب گومو خورده که تو را هر چی بگیم تو خرکوس با قرآن گشونیه. اگر تا حالا خیر دیده از کون از سید یا از که کمک دیده ای سید رو کدام خیر دیده تو خرکوس که بازم برو ادامه بده. آقا ادامه بده. اوی قدر کمک اوی قدر برده سپورت که اولاد سیغر که ده اولاد زنا را قام کمکد خدایال تو را مادرش گایم ده هفتم منزل بهشت علمی دنیا را هفتم منزل بهشت برای است جور میکرد. ای به قدر کمک تو سید که ده اگر قام خودم کردی نیازمند واقعی را نیازمند واقعی را میکردی. تو کس مادر از نیازمند واقعی گرفته از دان از او بشه بدبختا برده برادر در دان ما را انداخته. امزا میت بدبختی، امزا میت کنجوس، امزا میت منحوس، امزا میت برادر مشکلات است و از حل شده نیه. این می واقعیت برایشیم. خوش باشین قومایم، سرافراز باشین. خدا پشت پناهتان باشه. شما که عقل ندارین. ما امزو سید او تربت ممایا چرا که سید میگم همه حرفایش دروغ امزو ما بدیم مایا ریای کسوار گوزواییه تمام حرف سید. ای میگه درباره اماما میگه درباره عمر و فلان میگه تمام دروغه. بس شیر مادرم دروغه. نرو دنبال از سید. از عقل از خود کار بگر برادر. نه صحابه مردم را دو بده نه صحابه پیامبر را دو بزن. گناه در جان خود نخرین. این مذهب را میگیم بندگان جور کده برای نامکشی از طرف خدا نیه. تمام از خدا مردود کردیم برادر. غضب منه دبلیشی یک جای دکان داشتم شریک والایم دیست خوبله قرآنش در قرآن از اعتبار نگی. او که قام خود چنج کرده انده فکر از دروغ اولاد پیغمبر جور کرده و قرآن را چیز مفهمه. تمام کارایش پیسنگ از یا از فکر جور شده. یه بقدر بگیم پیسنگ و رشه از سید از فکر از برادر جانی دروغ از کسبادری جور شده. دیگه تو مفهمی خانه تا آباد که نمفهمی خانه تا آباد. مگه این قدر کمک کی سید کده. ای به قدر آقا طیب آقا که از پشت از ده برای قوم خم کرده
و والله علی بشیر مادرم خدای علمی زمین را 7 طبقه بهشت برای تو جرم کرد. دیگر محتاج زو نبودی که تو باش والله کی ما بمرم خدا مرده بهشت ببره. ای بقدر عزت احترام که به سید دیده، ای بقدر کمک که به سید کده، تمامش بیجا کده، تمامش گناه کده، بس شیر مادرم گناه کده، از دان قوم، از دان نیازمند واقعی، از دان غریب واقعی، از دان برادر مسکین واقعی زده برده در دان ما را انداخته، سر دشمن خود کلام گده، خر کوسی مردگو، بازم شله آقا کو بلیشی، بازم شله سر ما کلان کو، بازم مادر خو ببر تایش بدی، خوار خم ببر برادر سیگا کو برایشی، سیگار کوانده واش که داده با این تو ببر برادر خوار خم سیگا کو، مادر خم سیگا کو، ببینم آخرش در جا میرسی. ای که ازی سید رگایم پورا 2 نمبر بشیر مادرم از قامش گرفته تمام چیز از فکر 2 نمبره، تمام چیز. یک اولاد پیغمبر بود بر راه خدا، شما پیغمبر را نمیشناسین، ائمه را نمیشناسین، شما واقعا در نام شنیدین، فقط عقیده ندارین، نه در پیغمبر عقیده دارین، نه در ائمه عقیده دارین. یک تار شین، یک تار سر سوزن در ائمه گرد میخورد، ما تا حالا 1000 بار جونورک شدیم، 1000 بار دانه سرطان گرفته بود، 1000 بار زبانم خوش شده بود، کرم خوش شده بود، 1000 بار 1000 اتفاق بلا افتاد. ائمه را تو یا نمیشناسی چی عرض کنم دیگه؟ نتین خودخواهی برادر جنی در قوم خیانت نکن. هر روز دوش منی که برادر چه حاله ده بلی تو کار کنی، کار کنی که سعید چی کار نه روز بازم تو از دنیا آقا شکر ده گوسفند سلام دمو گوسفند برادر جانی واقعا شرف داره ده بلی است دیگه. خوش باشید، قوای خدا پشتبانتان باشه، ائمه پشتبان کائنات پشتبانتان باشه. شما که عقل